با افکارتون زندگیتون رو خلق کنید. اولین بار که اسم کتاب رو شنیدم فقط یه چیز توی ذهنم جرقه زد. من همه روز به چی فکر میکنم؟ تا حالا بهش دقت کردی؟ تصمیم گرفتم یه روز فکرامو بنویسم یا حداقل حواسم باشه تو ذهنم چه خبره. و یه اتفاق جالب افتاد. دیدم من اصلا فکر نمی کنم. ذهنم از همون اول صبح شروع میکنه. حرف میزنه، قور میزنه، منو مقایسه میکنه. مثل یه ماشین فقط فکر تولید میکنه. اون حرفایی که مدام تو سرمونه فکره. درسته، همون حرفایی که درباره مشکلات و استرس و ترس اتفاقایی که هنوز نیفتاده. همون نگرانی‌ها. ما داریم با همین حرفای ناخودآگاه که هیچ کنترلی هم روشون نداریم زندگیمونو میسازیم. اما یه خبر خوب هست. میشه فکر رو تغییر داد. وقتی فکرت عوض بشه زندگیت عوض میشه. میتونی زندگیتو از نو بسازی. لحظاتی که دلت میخواد خلق کنی. ویندایر توی کتاب میگه هر فکری که باورش کنی دیر یا زود به شکل زندگی در میاد. پس اگه تو هم میخوای فکراتو عوض کنی و سرنوشتتو از اول بنویسی، به کافه معنا خوش اومدی. همه ما یه جورایی با قدرت افکارمون آشناییم. ویندایر از بزرگترین نویسنده ها تو زمینه خودشناسی و رشد و توسعه فردیه. توی کتابش دقیقاً از همین موضوع صحبت میکنه. اون میگه شما همون چیزی میشین که بهش فکر میکنین. فکر شما دنیای شما رو میسازه. اما واقعیت اینه که بیشتر ما فکر میکنیم شرایط بیرون حال ما رو میسازه. تلاش میکنیم زندگی و شرایط بیرونی رو تغییر بدیم. اگه اون اتفاق بیفته، اگه اون شوق گیرم بیاد، اگه عشقم بهم برگرده، بالاخره حالم خوب میشه. ولی اتفاقا ماجرا برعکسه. اول باید درونت عوض بشه تا بعد جهان بیرون کم کم تغییر کنه. یعنی ریشه همه چیز فکره. درست همون حرفای تکراری و اغلب منفی که هر روز مثل نوار توی ذهنمون پخش میشه. اما بذار ببینیم فکر از کجا میاد. هر فکری که امروز توی سرته و ازش بیخبری یه دونه است که سالها پیش کاشته شده. توسط نظرات و قوانین و حرفای جامعه، مدرسه، معلما، خانواده هامون و حتی اجدادمون. و حالا همون دونه ها زندگی امروزمونو میسازن. این زندگی همش نتیجه تصمیمات ما نیست. نتیجه دونه هایی که سالها پیش توی ذهن ناخودآگاهمون کاشتیم و الان ذهن ناخودآگاه داره خودکار زندگی ما رو میسازه. ویندایر میگه تو برده افکارت نیستی، بلکه خالق اونهایی هستی که انتخابشون میکنی. ولی مشکل اینجاست که ما فکرامون رو انتخاب نمی کنیم. خودشون میان و میرن. ما فقط داریم با جریان اونا همراه میشیم. حتی نمیدونیم هر فکر داره زندگیمونو میسازه. اما از لحظه‌ای که تصمیم میگیری به افکارت آگاه بشی، همه چیز تغییر میکنه. به تاریکی‌های ذهن ناخودآگاهت نور میپاشی. اونجاست که زندگی از حالت تکرار خارج میشه و تبدیل میشه به خلق آگاهانه تو. میشه عرصه هنرمندیت. دیگه ناخودآگاه زندگی نمی کنی، بلکه آگاهانه زندگی تو خلق می کنی. حالا ما می دونیم زندگیمونو افکارمون خلق می کنن و کار ما اینه که به افکارمون آگاه باشیم. ولی چجوری؟ این کار راحتی نیست، اما شدنیه. گفتیم افکار ما ناخودآگاهن، اما ما میتونیم انتخاب کنیم. میتونیم انتخاب کنیم که به کدوم یکی از این فکرها توجه کنیم. هر فکری که بهش توجه بشه بذر یه تجربه جدید تو زندگیمونه. پس همین الان مکث کن.
تو داری به چی فکر میکنی؟ به ترس، کمبود، نگرانی برای اتفاقایی که معلوم نیست بیافته، یا به عشق و فراوانی، به اتفاقای خوب؟ همین دقت کردنهای کوچولو قدم اوله. اگه تمرین کنیم، ذهن یاد میگیره بره سمت چیزایی که دوست داره. کم کم فکرایی که میخوای رو انتخاب میکنی، نه فکرایی که ازشون فراری و فکر ترس و نگرانی و اتفاقای بد. وقتی شروع میکنیم به دیدن فکرامون، یه دنیای جدید برامون باز میشه. میفهمیم چقدر فکرها تکرارین. بیشترشون درباره ترس و نگرانی آینده و حسرت گذشته هان. حالا دیگه وقتشه که سکان زندگیمون رو دستمون بگیریم. هر بار یه فکر منفی اومد، همون لحظه یه انتخاب کنیم. این که میخوایم باهاش بریم پایین به سمت ترس و نگرانی و استرس، یا بریم به سمت نوری که در درونمون هست و زندگیمون رو آگاهانه خلق کنیم. تمرکز روی خوبی یعنی همین. به جای اینکه به چیزی که نداری و نمیخوای تو زندگیت اتفاق بیفته فکر کنی، به چیزایی که داری، به چیزایی که میخوای ببینی و تجربه کنی فکر کن. اما بهترین تمرین توی این زمینه اینه که هر روز چند دقیقه به چیزای خوبی که تو زندگیمون هست فکر کنیم. ذهن ما مثل یه ذره بینه. به هر چی که توجه کنیم همونو توی زندگیمون زیاد میکنه. اگه مشکلاتت خیلی زیاده، یعنی توجه و تمرکز اصلی تو نگرانیاته. تمرکز یعنی آگاهانه چیزی رو انتخاب کنی که میخوای توی زندگیت زیاد بشه. روی هر چی تمرکز کنی، انرژی تو به سمتش جاری میشه و میتونی خلقش کنی. بیندایر میگه توجه تو هر جا که بره، آینده‌ات همونجا ساخته میشه. تمرکز مثل عضله است. تمرین طبعاً بزرگترش میکنه و البته قوی‌تر. پس تمرکز تو از روی ترس و نگرانی ها بردار. بذار روی چیزایی که دلت میخواد توی زندگی تجربه کنی. این یعنی خلق کردن زندگی به شکل آگاهانه. تو خالق زندگی خودت میشی. یکی از بهترین روش‌هایی که میشه باهاش زندگی رو خلق کرد شکرگزاریه. شکرگزاری یعنی دیدن زیبایی‌ها حتی وسط سخت‌ترین روزهامون. بیندایر میگه شکرگزاری دروازه ورود به جهان معجزه هاست. وقتی برای چیزایی که داری شکر میکنی، انرژی وجودیت بالا میره و این ارتعاش بالا بهترین ها رو برات جذب میکنه. شکرگزاری یعنی اعتماد دارم که تمام اتفاقا، حتی اون داغوناش، به نفع منه. جریان زندگی همیشه به نفع من پیش میره، حتی وقتی ظاهرش اینجوری به نظر نمیرسه. وقتی بیدار شدی میفهمی زندگی هیچ وقت بر علیه تو نبوده. فقط آینه‌ای بوده از افکارت تا یادت بندازه قدرت همیشه دست تو بوده. تو همون نیرویی هستی که کوه‌ها رو جابجا میکنه. فقط باید بهش آگاه بشی. باید بدونی هر احساس و فکرت داره جهانی رو میسازه که تجربهش میکنی. عشق بفرست تا عشق بهت برگرده. شکرگزار باش تا فراوانی برات جاری بشه. خلق زندگی با افکارمون یعنی همین. نیازی نیست دنیای بیرون رو کنترل کنیم. فقط کافیه با دنیای درونمون همراه بشیم. از همین لحظه قول بده که بیدار باشی و زندگی تو با عشق و نور از نو بسازی. و اون موقع وقتی تو آینه نگاه میکنی یه نور میبینی توی چشمات. نوری که همیشه اونجا بوده. فقط حالا این تویی که بهش بیدار شدی. دیگه به دنیای خودت با ترس نگاه نمی کنی، بلکه از چشم آگاهی، عشق و پذیرش نظاره‌گرشی. تو تنها خالق جهان خودتی. به افکارت آگاه شو تا بیدار بشی. به قول بودا، بیداری پایان رنجه.